جدیدترین مک مینی اپل چند هفته‌ای میشه که از راه رسیده و به تازگی وارد بازار ایران هم شده. مدل پایه مک مینی که تو این ویدیو دربارش صحبت میکنم با قیمت $600 ارزون ترین راه برای وارد شدن به دنیای مک هاست. ولی اصلا ارزش خرید داره؟ مک مینی 2024 اولین مک مینیه که اپل بعد از 14 سال ظاهرش رو تغییر داده و به شکل عجیبی کوچیک شده. یعنی میتونید ببینید که اندازش خیلی با موس هم فرقی نداره. جدا از این تغییر در ظاهر، مک مینی حالا از پردازنده M4 یا M4 پرو استفاده میکنه و حداقل 16 گیگ رم داره. اپل ادعا میکنه این کامپیوتر کوچولو 6 برابر سریعتر از کامپیوترهای همرده خودش با سیستم عامل ویندوزه و باید گفت واقعا هم نسخه پایش نسبت به قیمتش ارزنده است. برای کارهای حرفه‌ای‌تر باید از مک مینی با M4 پرو استفاده کرد. ولی مک مینی M4 برای برنامه‌نویسی عادی، تدوین ویدیوهای معمولی، تدوین عکس و شاید یک کمی کار با بلندر و سینما 4D خیلی خوبه.